الف لام میم آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. الله أكبر الله